اسم قهرمان این گزارش دختری نابالغی که بارها تجاوز و آزار و اذیت شده است تغییر داده شد. به نقل نزدیکان وی، 3 مرد کلانسال نیم سال دختری 13 ساله را تجاوز نموده او را به نوار می گرفتند. من اصلا فکر نمی کردم که سرنوشت دخترم چنین خواهد شد و آینده او را برباد می دهند. دختری من میگوید که میخواد بمیرد. حالا تنها مادرش با او صحبت میکند. پس از آنکه یکی از جنایتکاران را آزاد کردند، دخترم دیگر با من صحبت کردن نمیخواهد. حالا یگانه دختر این پدر در مرکزی بحرانی زندگی دارد. النورا که از یکی از جنایتکاران حامله دار شده بود مجبور شد اسقاط حمل کند. این حادثه رسا 1 سال پیش رخ داد. النورا خواننده صنف 7 همراه با بابایش در دیه زندگی میکرد. 28 نوامبر دخترم از درس آمده به بیرون برآمد و دیگر بر نگشت. همین طور شب روز شد و او بیدرک بود. بگاه روز دیگر او پیدا شد. به خانه همسایه ما آمد. میترسید که به خانه خودمون درآید. همسایه به من زنگ زد و من رفته دیدم که دخترم گریه میکند. فهمیدم. پرسیدم که او در کجا است. گفت در خانه خودش. من او را پیدا و لت و کوب کردم. با باور نزدیکان دخترک آن شب حرمت، یک همدیهه 45 ساله‌شان المیرا را تجاوز کرد. او دخترک را با راه فریب به بیشکک برده دست درازی نموده است. بعدتر والدان المیرا فهمیدند که تا این وقت به جز حرمت 2 نفر دیگر هم دخترشان را تجاوز کرده است. نفر اول یک مسئولی با گرمی تامین کردن مکتب بوده است. دومی هم در همین مکتب کار میکرده است. چند پیش دادگاه در قرقیزستان ژالداشبک را بیگناه اعلان و آزاد کرد. با گفته نزدیکانش او حالا برای طبابت به جای دیگر رفته است. پیوندان این مسئول تامین کننده مکتب با گرمی به خبرنگاران گفتند که ژالداشبک بیگناه است و المیرا خودش زندگی بی نظام داشت. من به این باور ندارم. او نمیتوانست چنین کاری کند، زیرا 5 وقت نماز میخواند. با سوال آن که آیا آنها به خانواده دختر مبلغ پیشنهاد کردند، آنها پاسخی رد دادند. ولی والدان النورا ادعا دارند که نزدیکان عیبدار شونده چند بار به خانه آنها آمده تلاش کردند با پول مسئله را حل کنند. این نوار از لحظه آخرین واخوری آنها با خانواده النورا است. در نوار پدر و مادر ژالداشبک با پسری کلانی و کلینشان به خانه والدان النورا آمده با آنها پول پیشنهاد میکنند. والدان النورا پول را نمیگیرند. با گفته آنها پیوندان عیبدار شونده های دیگر هم با آنها پول پیشنهاد کرده خواهش کردند که از بالای قرار دادگاه ناحیوی شکایت نبرند. این دادگاه در مرافعه دوم یکی از گمانبران را آزاد کرد. در این نوار دیده می شود که دادگستر صابر سعادانبک آرا را در جریان مرافعه چند بار خواب برد. عیبدار شونده سیوم سنگینبک اولو ارجان را که نیز در مکتب مردکاری میکرده است روز 11 دکبر آزاد کردند. والدان النورا ادعا دارند که او دخترک را به بینای مکتب کهنه برده تجاوز کرده است. او همچنین تمام این حالت را به نوار گرفته النورا را ترسانیده است که آن را به همسنفانش نشان میدهد. در نهایت تنها حرمت 45 ساله که دختر نابالغ را با راه فریب به بیشکک برده بود جزا گرفت. دادستان به او 20 سال زندان را طلب کرد، اما دادگستر این ماده را به جزای نسبتاً سبک تغییر داد. حرمت 7 سال و 6 ماه حکم زندان گرفت. وکیل دفاع النورا میگوید دادستان ها تا آخر تلاش کردند تا جنایتکاران به جوابگری کشیده شوند. در وزارت کارهای داخله هم میگویند گناه عیبدار شونده ها اثبات شده است. ما تمام دلیل ها را جمع آوری کرده پرونده را با ماده تجاوز نابالغ به دادگاه فرستادیم. آنها میدانستند که دخترک نابالغ است و در مکتب میخواند. گمانبر اولی که او را تجاوز کرده است به دیگران گفته است که میشود دختر را با تحفه و ترس به دام خود افکاند. قسمی از مهلت جزایی خود را حرمت الکی در زندان سپری کرد. عیبدار شونده های دیگر در آزادی هستند. پدر النورا بازنشسته و معیوب گروه دوم است. او تلاشش را برای مجازات تجاوزگران دخترش ادامه می دهد. وی ادوکات گرفته است و امید دارد که در پایتخت دادگسترها قرار عادلانه قبول خواهند کرد.